تغییراتی وابسته به سن پلک و اطراف چشم شامل درماتوکلیسیس یا شلی و آویزون شدن پوست پلک، آیبگ یا کیسه زیر چشم، پتوسیس یا افتادگی کرکره چشم و همچنین چین پنجه کلاغی و چین 11 یا چین اخم می باشد. من دکتر مرتضی برهانی هستم، جراح و متخصص چشم و زیبایی پلک و در این ویدیو میخوام راجع به درمان تغییرات وابسته به سن پلک و اطراف چشم صحبت کنم. اگر این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم در کانال ما عضو بشید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید. برای درمان درماتوشالازی یا پوست شل اضافه ما از عمل بلوفاروپلاستی استفاده میکنیم. درمان‌های دیگه‌ای هست مثل لیزر، مثل فیلر، اما مشکل اصلی در اینها پوست شل اضافه هست که تنها راهش برداشتن اون پوست شل هست که دقیقاً با بلوفاروپلاستی انجام میشه. در بلوفاروپلاستی ما ابتدا نقاشی میکشیم و اون میزان اضافه پوست رو مشخص میکنیم و محل کریز یا شیار بالای پلک رو مشخص میکنیم. پوست، عضله و چربی اضافه رو برمیداریم و دوباره برشمون رو میدوزیم. ممکنه هفته اول ورم و کبودی باشه که کاملا طبیعیه و بعد از 1-2 هفته رفع میشه. این عمل بسیار خوبیه و خیلی ایمن و نتایج آن کاملا قابل پیش بینی است. این صحبت ها راجع به درماتوشالازی بود که پوست شل اضافه بود که با عمل بلوفاروپلاستی رفع میشد. شما نیاز به انجام این کارها ندارید، اما انجام این کارها باعث زیاد شدن اعتماد به نفس میشه. توی یه مطالعه در سال 2022 دیدن که 96% رضایت از عمل بلوفاروپلاستی حاصل میشه. علاوه بر زیبایی، این عمل باعث بهبود عملکرد پلک و چشم هم میشه. مثلا میدان بینایی فوقانی که محدود میشه رو باز میکنه. این تغییرات وابسته به سن گاهن باعث اختلال عملکردی هم میشه. مثلا درماتوشالازی باعث محدود شدن میدان بینایی فوقانی میشه که گاهن بیمار مجبور میشه برای بهبود میدان بیناییش پلکش رو به ابروش چسب بزنه. مشکل بعدی پتوز یا افتادگی کرکره پلک هست که در اثر شلی عضله و تاندون بالا برنده پلک ایجاد میشه و همچنین پتوز گاهن باعث میشه که ما برای دیدن چونمون رو بالا بیاریم و این پوزیشن سر با عمل پتوز اصلاح میشه که ما به 2 روش عمل میکنیم. یکی روش داخلی هست که توی افتادگی های کمتر از 3 میلیمتر انجام میدیم و از سمت داخل از تارس برش میدیم و در واقع پوست برش نمیخوره، اسکاری هم ایجاد نمیشه. در افتادگی های بیشتر از 3 میلیمتر ما مجبوریم از روش خارجی استفاده کنیم که برش روی شیار پلک میدیم و تاندون عضله بالا برنده پلک رو کوتاه میکنیم و دوباره به تارس بخیه میکنیم که نتایج خیلی خوب، قابل اعتماد و قابل پیش بینی داره و اسکار اون برش هم در شیار پلک مخفی میشه و معمولا مشخص نیست که میتونیم این عمل رو با عمل بلوفارو ترکیب کنیم و همزمان انجام بدیم که از نظر زیبایی نتایج خیلی قشنگتری هم خواهد داشت. برای درمان آیبگ یا کیسه زیر چشم ما از بلوفاروی پلک تحتانی استفاده میکنیم که معمولا از طریق ملتحمه انجام میشه و ما برش رو در داخل چشم میدیم و چربی های اضافه رو خارج میکنیم و هیچ برش و اسکاری روی پوست ایجاد نمیشه. اگر ما پوست شل اضافه زیادی داشته باشیم باید از روش خارجی استفاده کنیم و پوست اضافه رو خارج کنیم که معمولاً برش در زیر مژه ها پنهان میشه و مشخص نیست. و مسئله آخر چین‌های دور چشم یا چین‌های پنجه کلاغی و چین اخم یا همون چین 11 هستش که ما برای درمانش از بوتاکس استفاده میکنیم که برای این کار حتما باید به آناتومی صورت و عضلات اون مسلط باشیم و باعث ایجاد عوارض آن که شامل افتادگی پلک، دوبینی، بالا افتادن بیش از حد گوشه ابرو و یا پایین افتادن بیش از حد گوشه ابرو نشیم.